حتی پیغمبر خدا علیه السلام میگه که لا تسافر المرأة الا مع ذی محرمین، زنک سفر کرده نمیتواند. سفر حج هم داخله. زنک تنها سفر کرده نمیتواند مگر با همراه محرم داشته باشه. پدر، اکا، تقا، یک کسی که نیکار هست نباشه. اکا، دادر با به شرط فاسق نباشن، بی نماز نباشن که اگر حج هم برود بی نماز میفروشه یک کس اپشه یا خواهرشه. تقوادار باشه برود. حتی سفر حجم در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، در مذهب ما و شما، زنک خودش تنها حج رفتن حرام است، باید تنها حج نرود. ای مردم زیبا یوان، خواهرها، اپواتون، مادراتون بی محرم حج رو نکنید، حرام است. حرام. همچنانی که زیهار حرام است. زیهار حرام است. یک کس میگه که زنش میگه انت علیه که ظهر امی، تو مرنگی پشت مادرم در ما حرام. زیهار، این زیهار حرمت ابدی بود تا دوره همین صورتی که خوله بنت ثعلبه همین حادثه آمدند، حرمت ابدی بود. وقتی که اوس ابن صامت ای کار میآید میبینه زنش ایسو میره، معقولش میشه، میگه که ای عروس بیا هم خوابه کنه. میگه مرد جان بیا شب بخواه، حوزی کار دارم، حوزی کاره خونه تا کردم. نه حوزی گو نه نمیتونم. حوزی گو که انتی علیه که ظهر امی. ما بسیار مردکا بعضی به عقلیم، ای صحرا مییم بیچاره زنک لباس یک کار کرده مجبورش میکنیم که ایخی نکوخی. سبحان الله، این خیلی نمیشه گفتی همون یوونی خیلی بس هم نیوخی مردن بیخ شب تیاری بینه دندانکاش رو شو خب شروع کنه خوشبویی کنه، بعد جوگب داره، بعد اخی یک بوسش که ایسوسو رنگی چمشه خونه را اخی رنگی سبحان الله اول بوزی که قطعی عروسه که بعد و هم خوب بکن اخی حرامه خیلی. پیغمبر خدا علیه میگه رنگی حیوان شما نپرید، شما انسانید که سبحان الله صحبت کرده. من ترا دوست میدم عرض جان، تیق فرزند کردی برای من، تو مهمونای مرا که سیل میکنی، من ترا دوست میدارم، تو برکت داری. تا وقتی که تو نبودی من برکت نداشتم، ای تو برکت یافتم. اینا من یارو جورا بعدی ترا گرفتن، یارو جورا ما جواب میتم، دسترخوان زیبا میکنی، لباسا میشوی، خانه ما آبادی هست. سبحان الله. بعد خوله چیکار کرد؟ این صحابه پیش پیغمبر خدا رفت، گریه کنان رفت پیش پیغمبر خدا. گفت چرا گریه میکنی؟ پیغمبر مهربان بود. حاضی ما دل سختیم، ما دل مسیحه، ما باور که رحم نداریم. پیغمبر خدا میگه که من لا یرحم لا یرحم، کسی مهربان نیست الله در راه مهربانی نمیکنه. باید ما مهربان باشیم، باید زن ما دوست بداریم. او چجا میگه من او چجا پاشا بوسه کنیم،